سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من گوسوایتی هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز. خب موضوع تابنیدو که دیدید قطعا که رو ویدیو کلیک زدید، با هم دیگه بریم ببینیم حالا چی جوریه این داستانش. بریم 0 تا 100 واسهتون میگم، ولی قبلش بریم اول اتچمنت های مولتی منو ببینیم کامل. قشنگ میخوام 10 تا اتچمنت گان بهتون بدم، بخشی 11 تا. بچه این M13 نقطه است، اصلا یه جوری میزنه انگار داره با بچه بازی میکنه، اینقدر بد میزنه. مناوارشم که خوراک فاصله های دور و رنجه، از ولش خوراک راش دادنه باش خط نگیرید که جواب نمیده، فقط باید راش بدین تو دل انمی و اسکواد. کیو9ش فقط باید ایم بگیرین باش تیر بزنین. هیپ فایر هم میشه ولی خب تخصصش تو هیپ فایر نیست. RUS گان باف SMG باف سیزن که واسه مولتی هم به شدت جواب. سویچ بلید که از روزی که اومده واسه مولتی فوق العاده بوده تا همین الان. و HS و KR جفتشون واسه مولتی خوبن ولی جفتشون قلقه خودشونه، ولی در حال حاضر HS بهتره. اتچمنتش هم دیدین. رایتیک AMR این اتچمنت راششه، وانشات و وانشات اصلا دمیج تو کارش نیست. اینجوری بهتون بگم که اگه دمیج کردن یکی بیان بزنین زیر گوشم. این دیل که هم تازه چیدمش، استوکش عوض کردم، پرکش هم عوض کردم. وانشات و وانشات شده، هر جا بزنید وانشات. اوتلا هم از اوتلا مینالن که چرا اوتلا ما فقط دمیج میکنه وانشات نمیکنه. بچه این اوتلا فقط وانشاته، یعنی اگه دمیج کرد به من بگم من اکانت کالافم رو پاک میکنم، اینجوری بهتون میگم. اوتلا که من چیدم کاملا جواب خوراک رنگ، خوراک تک به چند نفر جمع کردن. این کلت هم دوباره چیه، آخر تلفظش رو یاد نگرفتیم. این خوراک مولتیه، فقط به درد بتل نمیخوره، در واقع هیچ کنون از کلت ها به درد نمیخورن. ولی بچه چیز مهمی که راجع به تست کردن تخصصی گان ها اهمیت داره. شما با پرک گانگو رو داخل سبزا بذارید اول که راحت بتونید تست گانا رو انجام بدید، به اضافه پرک دد سایلنت که واسه همه جا لازمه. پرک دد سایلنت اگه تو مولتی نباشه خیلی ها نمیتونن پلی بدن، اینقدر این پرک مهمه. صرفا نه فقط واسه این که بدوین و اینا صدا پا نده، چپ و راست آروم بخوایم برین، بخوابید، تکون بخورید، یا حتی موومنت پشت سر هم بزنید جوری که به راه رفتن ختم نشه، اونجا هم باز ازتون صدا پایی به انمی نمیده. اینقدر این پرک مهمه. با هم دیگه بریم یه گیم پلی مولتی ببینیم. گانازاد گیم پلی تمام بعضی از اتچمنت ها رو واسهتون تست میکنم، میبینیم چه جوریه. و اینکه بریم سراغ بحث تابنیت. بچه با تخصصی ترین روش که میشه شما اتچمنت یک گان و خود یک گان رو چک بکنیم به این صورته. برای گان سفید، یعنی گانی که هیچ گونه اتچمنتی روش نیست، باید برین بتل رویال، ایزو یا آلکا، حالا میل خودتونه، میرید اونجا گانا رو از رو زمین بر میدارید، ببینید یه گان به صورت فابریک چجوریه. اگه گانی رو پیدا بکنید که فابریکش خیلی خوب باشه و کارتون را میندازه 1 به 2 جمع کنه حداقل واسهتون، اون گان اول که هم گان آینده داریه، یعنی در سیزن های بعد هم باف میمونه، حتی اگه نرفشه، بگن نرفه هم باز بافه. یا حالت جواد استاد جواد خیابانی هستم بچه. گوسوایتی کیه؟ آره نه، در بافترین در نرفترین حالتشون هم اون گان ها با چیزن باف حساب میشن، قویان، جین کار در میانن واسه تون. و اما واسه تست کردن اتچمنت، شما اتچمنت رو خوب دو راه داره، یعنی که بری پرکتیس رنج مولتی یا بتل که دمیج گان رو ببینی، موومنتش رو ببینی دیگه، دقت و لگد و ظاهرش رو ببینی موبیلیتیش چجوریه، راحتی با موبیلیتیش اینا. ولی تو مولتی تنها فرقی که با بتل داره اون بخش پرکتیس رنجش اینه که شما تو مولتی پرک داری، پرکای آبی و سبز و قرمز. این 3 تا پرک یه ذره شرایط رو تو مولتی تغییر میدن و قابلیت‌های جدید اضافه میکنن که هیچ ربطی هم به گان نداره. مثلا دد سایلنت صدا پاتون رو میگیره مثل نینجا، در صورتی که موومنت بزنید یا آروم آروم حرکت کنید. گانگو موقع ریلود کردن هم حتی میتونین به موومنت زدن ادامه بدین. و لایت ویز که دیدین اون موقعی که دارین راه میرید دمیج کمتری بهتون ریجستر میشه. اینا حالا من یه ویدیو داشتم قبلا برای
تمام پرکای سبز و آبی قرمز برید حتما نگاهش بکنید، اگه البته پاکش نکرده باشم تو پیج. ولی حالا نگاه میکنم بعد ریکورد ویدیو اگه پاکش کرده بودم که ویدیوی بعدی ویدیوی پرکا خواهد بود، دوباره واسهتون ویدیوشو میذارم برید ببینید، حالشو ببرید، قشنگ آمار مولتی بیاد دستتون. شاید خب بعضیاتون میگید تو که همیشه گیم پلی بتل آلکاتراز و این داستانا میذاری، این مولتی از کجا اومد؟ بچه‌ها من همه جای بازی من انجام میدم، یعنی چه مولتی چه بتل، چه کاستوم مولتی چه کاستوم بتل، زامبی، من همه چی رو پلی میدم، همین بخشای بازی میرم. خب ما به عنوان یک کانتکت کریتور همیشه باید بروز باشیم، همیشه باید اطلاعات بروز در دسترس مخاطب بذاریم. برای مثلا الان من دارم بهتون نوع تست کردن تخصصی گان رو میگم که الان شروعش رو بهتون گفتم که به صورت اولیه شکار بکنید، خب اینو همتون تقریبا بلدید، ولی نحوه تخصصی بررسی کردنش اینجوریه که شما باید برید تو کاستوم ها، اتچمنت رو بچینی، هی با رفیقت به هی دوئل بزنید، چکش بکنید زود میندازه زود نمیندازه. اولویت ترین چیزی که برای گان مهمه زود انداختنشه، هرچی یه گان زودتر بندازه اون گان بهتریه. و بعد زود انداختن بحث موومنت یه گانه واسه مولتی. چرا؟ چون تو مولتی شما آرمور نداری که زنده بمونی، شما تو مولتی همه تیرا بهت ریجستره و از سری میفتی. مثلا گانی مثل M13 تو 1 ثانیه میندازت اگه همه تیراشو بهت بخوره و میستده طرف مقابلت. در نتیجه شما با اول برید با فرندت همه رو تست بکنید، مثل آخر ویدیو که من مثلا دیل کیومو رفتم با فرندم تست کردم. اینجوری بود که وقتی تستش کنید میتونید به بهترین اتچمنت ها از این طریق برسید. بله میتونید داخل پرکتیس رنج مولتی خیلی راحت بات ها رد بکنید، اونجا هم این کار رو انجام بدید. ولی بچه‌ها هیچ وقت یه پلیر واقعی، هیچ وقت یه بات جای یه پلیر واقعی رو نمیگیره. بات هیچ آسیبی بهشون اصلا نمیکشه، تو فقط دمیج میده. ولی پلیری که حالا رفیقت باشه، اصلا یار رندوم باشه، انمی رندوم باشه، پرچم رندوم باشه، اینا به قصد زدن شما میان جلو. خب حالا تو یار میاد که MVP ازتون بگیره، ولی داخل انمی قشنگ میاد که بزنه و دست ازتون بگیره. پس چی شد بهترین روش واسه تست کردن گان ها داخل مولتی؟ پلی دادن با رفیقاتون داخل کاستومای مولتیه، حالا یا روبروی هم به صد دوئل، یا یار بشید برین پرچم بزنین و کارهای دیگه انجام بدید. این بهترین روشه. برای بتل هم با که حالا تو تابلو دو بهتون میگم، خیلی باتون حال میکنم دوستان، قشنگ هر چی سریع اطلاعاتتون بره بالا. واسه بتل هم به این صورتی که شما وارد کاستوم‌های آلکاتراز بهترین جا واسه تست گان ها میرید، انواع و اقسام کارهایی که تو مولتی گفتم و داخل بتل هم انجام میدید. ولی با این تفاوت که داخل بتل شما پرک سبز آبی قرمز نیست، پرکای گان ها رو زمینن. با اون پرکا ببینید کدوم اتچمنت با کدوم پرکا خوبه. اگه دقت کنید من همیشه یه سری پرکای خاص رو برمیدارم. و در نهایت اگه دوست دارید مثل بقیه از اولین نفراتی باشید که ویدیوهای جدید من باخبر میشید، اطلاعاتتون میره بالاتر، سطحتون میاد بالاتر، حتما اول کانال من رو سابسکرایب و بعدش دکمه زنگوله بالا رو بزنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای جدید من باخبر میشید. دیگه حرفی ندارم واسه گفتن، مواظب خودتون باشید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، فعلا بابای.